وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگاور در راههای جمهوری خبر داد. بنا به این منبع شب 12 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 23:00 راننده افت تمغه مرسدس بنز خسرو ایدمت سال تولدش 1992 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه جبو رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنار راه برخورده است. در نتیجه خود راننده خسرو ایدمت جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. از اول هفته جاری وزارت کارهای داخلی الکی درباره هلاکت دست کم 5 نفر در صدمه های نقلیاتی خبر داد. 4 صدمه قبلی روز 11 اپریل رخ داده بود. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه، همچنین راهها و ماشین های فرسوده از علت های عمده صدمه ها از جمله صدمه های مرگاور در راههای تاجیکستان نام برده می شود.